دعای کمیل. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا من از تو میخواهم به حق آن رحمتت که همه چیز را فرا گرفته و به آن نیرویی که همه چیز را به وسیله آن مقهور خویش کرده ای و همه چیز در برابر آن خاضع و همه چیز در پیش آن خوار است و به جبروت تو که به وسیله آن بر همه چیز چیره گشتی. خدایا از تو میخواهم به عزتت که چیزی توان ایستادن در برابرش را ندارد و به آن عظمت و بزرگیت که هر چیز را پر کرده و به تسلط تو که بر هر چیز برتری یافته و به ذات پاکت که پس از نابودی هر چیز باقی است. بارالها از تو میخواهم به نامهای مقدست که ارکان هر موجودی را پر کرده و به آن علم و دانشت که بر هر چیز احاطه یافته و به نور ذاتت که هر چیز در پرتوش روشن شده. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي ارتفع كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. خدای من، ای نور حقیقی، ای منزه از هر عیب و خطا، ای اول اولین و ای آخر آخرین. یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس. خداوندا بیامرز برایم آن گناهانی که پرده عصمتم را می درد. خداوندا بیامرز برایم آن گناهانی که موجب بدبختیم شود. خداوندا بیامرز برایم گناهانی که نعمتها را دگرگون می سازد. خداوندا بیامرز برایم گناهانی که از اجابت دعایم جلوگیری می کند. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که بلا نازل کند. خدایا بیامرز مرا بر هر گناهی که کردم و هر خطایی که از من سر زدم. بارالها من به تو تقرب می جویم و به وسیله ذکر تو خودت را به درگاهت شفیع می آورم و به جود و کرم تو از تو می خواهم که مرا در زمره دوستان و مقربان درگاهت درآوری و شکر و سپاسگزاری از خودت را بر من روزی کنی و ذکر و یاد خود را به من الهام کنی. خدایا از تو درخواست می کنم مانند درخواست شخصی که در برابر تو خوار و ترسان است که بر من آسان گیری و به من رحم نمایی و مرا به آنچه برایم قسمت کرده ای راضی گردانی و در تمام حالات به تقدیرات خودت قانعم سازی. اللهم إني أسألك سؤال خادم متبذل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأحوال متواضعا. خدایا از تو درخواست و خواهش می کنم
مانند کسی که سخت فقیر و بیچیز شده و در برابر سختی ها نیازش را نزد تو آورده و به عطای تو بسیار امید بسته است. خدایا عظیم است سلطنت تو و بلندتر از هر چیز است مقام تو و پنهان است تدبیر تو و آشکار است فرمان تو و چیره است بر همه موجودات قهر و غضب تو. بارالها قدرت و نیرویت نافذ است و از فرمانی که تو صادر می کنی گریزی نیست. خدایا من برای گناهانم آمرزنده‌ای جز تو ندارم و برای کارهای زشتی که انجام دادم پرده پوشی جز تو نیابم. و کیست که عمل زشت مرا به کار نیک تبدیل کند جز خودت؟ بارالها نیست معبودی جز تو، منزهی و به سپاس تو مشغولم و به خود ستم کردم و در اثر نادانیم در نافرمانی تو دلیری کردم. اما به این که همواره از قدیم به یاد من بودی و بر من لطف و بخشش داشتی آرام گرفتم. لا اله الا انت سبحانك و بحمدك ظلمت نفسی ظلمت نفسی. ای خدا، ای مولای من، چه بسیار زشتی ها که از من پوشاندی و چه بسیار ستایش نیک که شایسته‌اش نبودم ولی آن را به زبان مردم جاری ساختی. خداوندا بلاهایی که به سوی من آمده بسی بزرگ است و به خاطر آنها بدی حالم از حد گذشته و اعمالم برای برطرف نمودن بلاها کافی نیست و زنجیرهای علایق دنیا مرا زمینگیر کرده و آرزوهای دور و دراز مرا از رسیدن به تو باز داشته و دنیا با ظاهر فریبنده‌اش مرا فریب داده و نفس امارم مرا به خیانت کشانده و از اطاعت فرمانت مرا باز داشته. پس ای آقای من، به عزتت از تو میخواهم که بدی رفتار و کردار من مانع اجابت دعایم نشود و مرا به آنچه از اسرارم میدانی رسوا نکنی و به خاطر کارهای زشتی که در خلوت و پنهان انجام دادم مجازاتم نکنی و تداوم کوتاهی کردنهایم را و نادانی، غفلت و شهوترانیم را نادیده بگیری. خدایا به عزتت سوگند که در تمام احوال نسبت به من مهربان باش و بر تمام امور بر من آسان بگیر. الهی و ربی من لی غیرک الهی و ربی الهی و ربی من لی غیرک. ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم؟ ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم.
پس او هم طبق دلخواه خود فریبم داد و قضا و قدر هم به او کمک کرد و در اثر همین ماجرای شومی که بر سرم آمد نسبت به پاره‌ای از حدود و احکامت تجاوز کردم و نسبت به بعضی از دستورها و اوامرت سرپیچی کردم. پس در تمام آنچه پیش آمده تو را ستایش میکنم. اکنون نسبت به حکمی که به خاطر نافرمانیم درباره من صادر شده و تقدیر و خواست تو مرا بدان ملزم ساخته عذر موجهی ندارم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که درباره‌ات کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آنچه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت درآوری. اللهم فاقبل عذری ورحم شدة ضری و فکنی من شدت و ثاقی یا رب ضعف بدنی یا رب یا رب ضعف بدنی. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم کن و از بند گناهانم رهاییم ده. ای پروردگار من، بر ضعف و ناتوانی بدنم و نازکی پوست تنم و باریکی استخوانم رحم کن. ای کسی که آفرینشم دادی، همواره به یادم بودی و خوراکم دادی، ببخش مرا به خاطر کرمت و سابقه احسانی که از قبل به من داشتی. ای معبود من، ای آقای من و ای پروردگار من، آیا چنین باشی که مرا به آتش عذاب کنی بعد از این که به یگانگیت اقرار کردم و دلم به نور تو روشن شده و زبانم به ذکر تو گویا شده و نهادم به دوستی تو پیوند خورده؟ آیا چنین است؟ نه، بلکه بسیار بعید است. تو بزرگتر از آنی که کسی را که خود پرورشش داده ای از نظر دور کنی یا کسی را که خود نزدیکش کرده ای دور گردانی یا آواره کنی کسی را که سکنا داده ای یا کسی را که خودت سرپرستیش کرده و به لطف پرورده ای تسلیم بلا و گرفتاری کنی. ای کاش میدانستم ای آقای من و معبود و مولای من، آیا آتش دوزخ را بر چهره‌هایی که در برابر عظمت تو به سجده افتاده مسلط می‌کنی و بر زبان‌هایی که صادقانه به یگانگی تو اعتراف کرده و شکر تو را به جای آورده و بر دل‌هایی که از روی یقین به خداییت اقرار کردند تازیانه عذاب فرود می‌آوری و بر قلب‌هایی که علم و معرفت تو آنها را فرا گرفته تا آنجایی که در برابرت خاشع گشته و بر اعضا و جوارحی که مشتاقانه به عبادت تو شتافته و خواهان آمرزش تو هستند آتش را چیره می‌کنی؟ نه، هرگز چنین گمانی به تو نیست و از صفات تو چنین چیزی به ما نرسیده. یا کریم
کریم یا کریم یا رب. ای خدای بخشنده، ای پروردگار من، تو ناتوانی مرا در مقابل اندکی از بلاهای دنیایی و کیفرهای ناچیز آن و ناملایماتی که معمولاً بر اهل میرسد میدانی. در صورتی که این بلا و ناراحتی دوامش اندک است و مدتش کوتاه، پس چگونه تاب و تحمل بلای آخرت و ناملایمات بزرگان را خواهم داشت؟ در صورتی که بلاهای آخرت مدتش طولانی و دوامش همیشگی است و تخفیفی برای مبتلایان به آن نیست، زیرا آن بلا از خشم و انتقام تو سرچشمه گرفته و آن هم چیزی است که آسمان ها و زمین تاب تحمل آن را ندارند، چه رسد به من که بنده خوار و ناتوان و بسیار کم طاقتم. یا سیدی فکیف لی و انا عبدک الضعیف و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. ای معبود من و پروردگار من و آقا و مولای من، برای کدام یک از گرفتاری هایم به تو شکایت کنم و برای کدام آنها شیون و گریه سردم؟ آیا برای عذاب دردناک و سخت یا برای بلای طولانی و جاودان؟ پس اگر بنا شود مرا به خاطر گناهانم در زمره دشمنانت قرار دهی و مرا با گرفتاران در طوفان بلا و عذاب در یک جا جمع کنی، چگونه بر عذاب تو صبر کنم؟ و اگر هم بر فرض محال بتوانم بر عذاب تو صبر کنم، چگونه بر دوری تو طاقت آورم؟ و چگونه چشم پوشی از بزرگواریت را بر خود هموار سازم و چگونه در آتش بمانم با اینکه امید عفو تو را دارم؟ پس به عزتت سوگند ای آقا و مولای من، به راستی سوگند میخورم که اگر زبانم را در آتش باز بگذاری، حتما در میان دوزخیان شیون و فریاد برآورم، مانند فریاد کسی که درخواست ترحم دارد، و قطعا مانند عزیز گم کردگان بر دوری تو گریه کنم و با صدای بلند تو را میخوانم و میگویم کجایی ای یار و نگهدار مؤمنان، ای نهایت آرزوی عارفان، ای فریاد رس درماندگان، ای محبوب دل راستگویان و ای خدای عالمیان. قلوب الصادقین و یا اله العالمین. آیا به راستی چنین باشد که من بر ستایش تو مشغول باشم و تو بشنوی در آن آتش صدای بنده مسلمانی را که بر اثر مخالفتش در آنجا زندانی شده و مزه عذاب را می چشد و به خاطر نافرمانیش در میان طبقات دوزخ گرفتار شده و در آنجا به شیون و زاری مشغول است، در صورتی که به رحمت تو امیدوار و زبانش در آنجا به یگانگی تو اقرار دارد. ای مولای من
پس چگونه در عذاب بماند با اینکه به بردباری سابق دار تو چشم دارد؟ یا چگونه شعله آتش او را بیازارد با اینکه آرزوی بخشش و رحمت تو را دارد؟ و ای خدای من، چگونه شعله آتش او را می سوزاند با اینکه تو صدایش را می شنوی و جایش را می بینی؟ یا چگونه صیحه آتش او را در بر گیرد با اینکه ناتوانی او را در برابر این عذاب بزرگ می بینی؟ و ای معبود من، چگونه او در میان طبقات آتش دست و پا زند با اینکه صدق راستگویی او را می‌دانی؟ یا چگونه موکلان دوزخ او را زجر دهند با اینکه تو را به پروردگاری می‌خواند؟ و ای خدای من، چگونه ممکن است امید فضل تو را در آزادی خیش داشته باشد ولی او را به حال خود واگذاری؟ این اوصاف بسیار از تو دور است و چنین گمانی به تو نیست و فضل تو این گونه معروف نیست. و من به طور قطع می‌دانم که اگر فرمان تو در عذاب منکرانت صادر نشده بود و حکم تو به جاوید ماندن آنها در عذاب دوزخ نبود، حتما آتش دوزخ را هرچه بود به تمامی سرد و سالم می کردی و هیچ کس در آن منزل و مأوا نداشت. ولی تو ای خدایی که تمام نامهایت مقدس است، سوگند یاد کرده ای که دوزخ را از کافران جن و انس پر می کنی و دشمنانت را برای همیشه در آن جای خواهی داد. و ای تو که حمد و ثنایت برجسته است، در ابتدا از روی بزرگواری تفضل کردی و فرمودی آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز برابر نباشد. پس ای معبود من و ای آقای من، از تو میخواهم به حق آن نیرویی که مقدرش کردی و به فرمانی که صادرش کردی و بر هر کس که بر او فرستاده شد اجرا کردی، که بر من در این لحظه و در این ساعت ببخشی هر جرمی را که مرتکب شدم و هر گناهی که از من سر زده و هر کار زشتی و نادانی که در خفا کردم. خدایا از تو میخواهم هر کار بدی را که به فرشتگانت دستور ثبتش را دادی و آنها را علاوه بر اعضا و جوارحم شاهد بر من کردی و خودت نیز مراقب اعمالی بودی که از ایشان پنهان میماند و به واسطه رحمتت آنها را آشکار نکردی، بر من ببخشای. خداوندا از تو میخواهم همه خیر دنیا و آخرت را روزیم کنی و به احسان و نیکویی خود بر من بیفزایی و روزیم را گسترده سازی. خدایا از تو میخواهم گناهانم را بیامرزی و خطایم را بپوشانی. یا الهی و سیدی و مولاي و مالک الدین، یا من بیدی ناصیتی، یا غلیما بضری و مسکنتی، یا خبیرا بفقری و فاقتی. ای پروردگار من، ای معبود من،
ای خدای من و ای آقا و مولای من، ای مالک و اختیاردار من، ای کسی که اختیار من به دست اوست، ای دانای بر پریشانی و بینوایی من، ای آگاه به بیچیزی و نداری من، ای پروردگار، ای پروردگار، ای پروردگار. از تو میخواهم به حق خودت و به پاکیت و به بزرگترین صفات و نامهایت که اوقاتم در شب و روز به یاد تو بگذرد و همواره در خدمت تو به سر برم و کردارم مقبول درگاه تو باشد، تا اینکه اعمال و کردار و گفتارم همه در جهت رضای تو باشد و همه احوالم در خدمت تو بگذرد. ای آقای من، ای کسی که تکیه‌گاهم اوست، ای کسی که شکایت احوال خیش به درگاه او میبرم، ای پروردگار، ای پروردگار، ای پروردگار. اعضای مرا نیروده برای انجام خدمتت و قوای باطنیم را محکم گردان برای شتافتن به سویت و مرا در ترس و خشیت از خودت استوار فرما و مداومت در خدمتگزاریت را روزیم کن تا تن و جان را در میدانها به سویت پیش برانم و در زمره شتابندگان به سویت باشم. بارالها یاریم کن در همه حال به تو مشتاق باشم و از مخالفت تو بترسم چون یقین کنندگان. خداوندا توفیقم ده که در جوار رحمتت با مؤمنان باشم. خدایا هر که بد مرا خواهد بدش را بخواه و هر که به من مکر کند به مکر خیش دچارش نما و مرا نزد خود جزء بندگانی که نصیبشان بهتر، رتبهشان نزدیکتر و تقربشان مخصوص تر است قرار بده، که به راستی جز به فضل تو کسی به این مقام نرسد و به جود و بخشش خود به من عطا فرما و به مجد و بزرگواریت به من توجه کن و به رحمت خود مرا نگاه دار باش و زبانم را گویا به ذکرت قرار ده و دلم را به دوستیت بیقرار و شیدا کن و با اجابت دعایم بر من منت گذار و افتادگی و سرخوردنم را نادیده بگیر. خدایا لغزشم را بیامرز، زیرا که تو خود بندگانت را به عبادت فرمان دادی و به دعا کردن به درگاهت مأمور ساختی و اجابت دعایشان را ضمانت کردی. پس ای خدا به سوی تو رو آوردم و ای پروردگار دست حاجت را به درگاه تو دراز کردم. پس به عزت خودت دعایم را مستجاب کن و مرا به آرزوهایم برسان و امیدم را از فضل خیش ناامید مفرما و مرا از شر دشمنانم از جن و انس نجات ده. یا سریع رضا، یا سریع، یا سریع رضا، اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، یا من اسمه دوا و ذکره، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و
طاعته غنا ارحم من رأس مال الرجال و سلام البکا. ای خدایی که زود راضی میشوی، کسی را بیامرز که جز دعا چیزی ندارد، زیرا تو هر چه را بخواهی انجام میدهی. ای کسی که نامش دواست و یادش شفاست و طاعتش توانگری است، بر کسی ترحم فرما که سرمایه‌اش امید و سلاحش گریه است. ای که نعمتهایت گسترده است، ای برطرف کننده گرفتاری ها، ای روشنی بخش وحشت زدگان در تاریکی ها، ای دانای بی معلم، درود فرست بر محمد و آل محمد و انجام ده درباره من آنچه را که تو شایسته آنی، و درود فرست به فرستاده‌ات و بر پیشوایان با برکت از خاندانش و سلام فراوان بر همه آنها باد. صلی الله علی رسوله و الائمة المیامین من آله و سلم تسلیما کثیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم و احشرنا معهم